تا به حال روزای آخر زندگی کسی رو دیدی؟ یا توی مراسمش حرفهای خانوادش رو شنیدی که میگن تو که خوب شده بودی؟ کسانی که درگیر بیماری سخت بودن چند روز یا چند ساعت آخر هوشیاریشون برمیگرده، شروع به صحبت کردن میکنن، ممکنه اشتهاشون برگرده و چیزی بخوان و یا حتی از جاشون بلند شن. به این حالت میگن ترمینال لوسیدیتی یا بهبود کاذب پیش از مرگ. این اتفاق چند تا علت احتمالی داره. در روزای آخر انگار مغز تمام تلاشش رو میکنه تا ارتباطش رو با دنیا پیدا کنه. سطح دوپامین و اندورفین افزایش پیدا میکنه و باعث افزایش هوشیاری و انرژی میشه. در بیماری های مثل سرطان و عفونت مزمن تو مراحل پایانی سیستم ایمنی از کار میفته و با از کار افتادنش التهاب و درد از بین میره. در تومورهای مغزی که فشار روی مغزه، با تحلیل و کوچیک شدن مغز فشار از روش برداشته میشه و عملکرد بهتر میشه. و چندین علت دیگه که با توجه به نوع بیماری میشه اونها رو بررسی کرد، ولی هرچی که هست انگار دنیا یک فرصت برای خداحافظی به بعضیا میده.